30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд бо 100 ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот намуданд. Мулоқоти сарвари давлат бо нафарони бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда дар меҳвари таваҷҷӯҳ ва пуштибонӣ қарор доштани ятимону ниёзмандон аз ҷониби давлату ҳукуматро бозгӯ мекунад. محترم پیشوای ملت، ما یتیمان کل که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم مانده‌ایم خود را هیچگاه تنها حس نمی‌کنیم. غمخواری های همیشگی پدرانه شما جناب عالی ما را به آینده نیک امیدوار می‌سازد. تمنای آن می‌کنیم که عمرتان دراز و همیشه سایبان سر مایان باشید. شما پدر ملت هستید. ما با شما افتخار می‌کنیم. ما زیر پر و بال شما همیشه در پروازیم. ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن نوروز را به یتیمان تهنیت گفته تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأمین شرایط خوب زندگی آنها پیوسته چاره‌های مؤثر می‌اندیشد. غیر برنامه‌های تعلیمی در وقت‌های خالی اثرهای بدیعی خوانید، کتاب خوانید. خواندن شخص را جهانبینی‌اش را بی‌نهایت وسیع می‌کند. شعورناکیش را پیشرفته می‌گرداند. از غم و اندوه بیرون می‌سازد. سخنور می‌کند. دانش مکمل داشتن در کار. آینده زمام دولتداری به دست شما میاد. شما این وطن و این دولت محبوب را صاحبی کردنتان در کار. شما حفظ کردنتان در کار. شما بنیاد کردنتان در کار. فعالیت مکتب اینترنت‌های جمهوریوی برای کودکان یتیم در شهر و ناحیه‌های کشور و تأمین شرایط مساعد بود و باش در آنها با روزگار با سعادت و دسترسی این قشر جامعه به تحصیلات با صفت مساعدت فعال می‌نماید. ابراز داشتند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. در همین جا یتیمان از دست پیشوای غمخور و رعیت پرور تحفه‌ها قبول نمودند. تحفه‌ها از مجموع سر و لباس، شیرینی‌ها و مبلغ‌های پولی عبارت بود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از آنها آموزش علم و دانش و کسب و هنر را جداً تقاضا کردند.